خیلی با احساس میکنه، بیشتر از 10 بار دیدمش. بگو چند این حس بین عشق و لبخند. What's up guys, ایتینیس هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو سایکو نخندی جدید و سایکو نخندی دوم کانال یوتیوبمون و اگر بتونیم ویدیو رو آپارات بذاریم میشه سایکو نخندی بودم پنجم ششممون. و بچه تو این ویدیو سایکو نخندی دوباره من تنها نیستم و همونطوری سایکو نخندی قبلی تلفن بودیم تو این قسمت اومدیم با آقای مسیح. یا بچه چطوری بعد از مدت من دارم ویدیو یوتیوب میگیرم با امیر صدرا قرار بود که سایکو نخندی توپ دیگه قشنگ یه وسایلی هم آوردیم برای آب لیمو و دیگه سوسی، خلاصه هر کس بخنده مشخص میشه چی میشه. و قرار کلی ویدیو باحال ببینیم. دیگه سخت زکر سخت ویدیو رو بچه خودمون اینم تایید هم ندیدیم و واسمون درست کردن. کسی ندیده و الان قراره که ببینیم دیگه. خلاصه امیدوارم بخندیم. بچه حالا دیگه سراغ ویدیو بچه لایک کامنت دنبال این ویدیو حتما فراموش نکنید. چون داره دوستتون دارم خیلی زیاد. یا انگ رپ خوبی قشنگ. دنبال این ویدیو حتما فراموش نکنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت دنبال این ویدیو دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کنین آقا، کامنت بذارید. کامنت انگلیسیتون حسابتون نپره. چنل یوتیوب منم تو دیسکریپشن هست. واسه ویدیو نا کنم. الان تو یوتیوب زیاد فعالیت نمیکنم. تو اینستا میشه که اینستا من این بالا میاد، حتما فالو کنید و خلاصه دیگه بدونش مطلبی بریم سراغ سایکو نخندی. بچه‌ها اینم بگم که بچه‌ها لینک کانال یوتیوب و اینستا مسیح هم بچه‌ها زیر ویدیو میذارم، حتما برید دنبال کنید و از هر دو تامون همونطور که از من عالی حمایت می‌کنید از مسیح هم حمایت کنید که مسیح تو اینستا به تارگت 10k بود دیگه. 10k برسونید من 10k تو اینستا. و دیگه بچه‌ها اینم بگم که بچه‌ها توی یوتیوب بچه‌ها قراره با چند تا یوتیوبر دیگه ای که مثلا یک کوین هستن ویدیو بگیریم و اونا رو هم بچه‌ها حتما اگه خواستین تو کامنت ها بگین. من یه چیزایی این زخم چشم منم که تو فوتبال دیگه این شد. تعجب نکن چون چسب زخم اینجا واسه یه فوتبالیست واقعی اتفاق میفته براش دیگه. خلاص دیگه سراغ ویدیو بچه‌ها لایک کامنت دنبال ویدیو حتما فراموش نکنید. دوستتون دارم خیلی زیاد و بعد از هر بریم سراغ ویدیو. برو بریم. لیتس گو. خب بچه‌ها الان ما اومدیم که ویدیو رو نگاه کنیم. بریم ویدیو نگاه کنیم دیگه ببینیم چی میشه. بریم. خب بریم. لیتس گو. من اینجا حواسم هست. در اون حد نبود دیگه، خوب بود. آره خوب بود. حتی سم نبود که بخوام چی بریم بعدی. Thank you. Check. ببین خندیدی دیگه، با تو خندیدی دیگه. من خدا نخندیدم توی ویدیو. ولی من داشتم می‌مردم که درست کرده بود. چشم درست کرده. بس بیش از خودش قاشق تو بگیر که بعد مجازات اینطوری ویدیو بچه‌ها که هر کس بخنده همون موقع ما مجازاتش رو انجام میدیم روش. اول سس تند، چند قطره سس تند و آب لیمو. کم میریزم برای اولش. نه بچه‌ها اینقدر میشه نشون داد. اصلا سس تند تو خونه ما ایرانی‌ها مونده. آره من هم داشتم میگرفتم مونده بودم. کم میزنیم کم. آره کم تو میریزی. ترکیب شما بده بالا. الان نمیشه معلوم میشه. نه نمیتونیم نشون بدیم. نه مشخصه بزن. خب الان بچه‌ها سر ویدیو اول خندیدیم. 3 2 1 بعد نگاه دارم حمید قورت بدم. قورت بده یک جاست. رو زبونم موند دیگه. ترکیب این دوتا فکر کنم خیلی بچه. وای داره اینا میره پایین. گوشام داره میسوزه اینو. هرچی بیشتر میره درکش برات سخت‌تره. نه آره میگم درک سخت‌ترش هرچی بیشتر سخت‌تر میشه. برای من اتفاق نیفته تا هرچی برات بیشتر میره درکش اینا الان داره میره پایین. الان اومده
بریم برای ویدیو بعدی. من دیگه نمیخندم. من دیگه واقعا نمیخندم. من که سفتم. من کلا نمیخندم. اصلا خیلی نخندم. سفتم کلا اصلا. خب بریم بعدی. نه آفتابی نه محتابی نه غبری نه مشتاق. یه لحظه اومدم بخندم. من اینو نفهمیدم زیاد. دیگه اول موهاش فرفری بود نیمار، یه حالت موهاشو خیلی خفن زده بود، بعدش هم که دیگه آمد کچل کرده بود دیگه. من چون بازیکن فوتبال رو نمیشناسم. نمیشناسی نیمار؟ اصلا هیچ کی رو نمیشناسم. وای بچه این نیمار اسمش رو شنیدم. نه دیگه اصلا همون چیزی که دیدی موهاش اول یه مدلی خفن زده بود، بعد آمد گفت بابا مدل موام چطور، بعد نوشت یک ساعت بعد بود 5 دقیقه نمیدونم چی نوشت کچل کرده باباش گفت موات خوب نیست. اوکی وقتی همین نخندیدی. آره نفهمیدم. بریم بعدی. بریم. دهن مرد خیلی سم داشته یه حالتی گرفته بعد بخورم دیگه. آره دیگه. از این قاشق این دوتا شما بگیر، منم که با اینم چی؟ یه از این ویدیو خیلی قابل پیش بینی بود. رو هدفون نریزی کم بریم خرج ندیم بس گران است. من برات کم ریختم. آره همون قد شد الان دقیقا یه دایره شد. خیلی زود میخندم. جا فکرم باید تایم لپس بگیری. نه خندون من 47 ثانیه از ویدیو رفته. بس چقدرم که بلدم برید شلوار ریختی. بچه الان این آب لیمو و سس ترکیبش من میخورم. میمو لامستم تو گلو یه جا میکنه. آره اثرشو میذاره. خلاصه خیلی بده. طعم خاصی هم میگه. آره بچه شما هم بچه اگه چی میگن توی خود زندگیتون اگه آب لیمو سوزتون امتحان کنید مثل ترکیب خربزو اثر. آره حتما بچه‌ها توی کامنت ها بگین که تجربه‌تون چجوری بوده و کجا الان بریم امتحان کنیم ببینیم چی میشه. اگه دوست دارین قبلش وصیت‌نامه آماده کنید بعد برین دفتر پدرمادرتون بگین دفترچه صفحه اول دفترچه‌تون رو بخونن بعد برین ترکیب با هم دیگه بخونیم. بریم بعدی. Já už o nich slovo nikdy neřeknu, ani teďka nebudu říkat. اصولا به یا میخندیدی یا الان نخندیدی؟ نه دیگه گفتم یه دونه خوردم دیگه نمیخندم. دیدی ترکیبش آره بد بود مجازش. بریم بعدی. هر ثانیه‌اش پتانسیل خندیدن رو داشت. آره ولی خب شانس آوردم من میدونی بر چه اساس نخندیدم؟ بر اساس اینکه یکم ممکنه بود بی‌ادبی باشه من. از اون لحاظ خندیدی دیگه وسطش خندیدی خودش. اونقدر دندونام معلوم نشد. خب نگاه الان وی آر کنیم مشخص میشه. میخوای چیکار کنیم؟ بریم بخونم. یه جا دیدم صدا خنده صدا اومد ولی دیگه بگیر قاشقتون رو بگیرین. کمتر ریختم. خب بعدی بیا اینقدر دقیق دیده بودی و داره هم میزنه. خب بخور. بریم نو
خب دوباره سوزش گلو داره دیگه. اون حالت قبلی. بچه‌ها خوب اولش یه طعم خوب میده، بعدش که میرسه به گلو اون سس خودش رو وام میکنه، واقعا اعصابت و روانت رو خورد میکنه. بریم بعدی. خیلی با احساس میکنه، بیشتر از 10 بار دیدمش. بگو چند این است بینش و لبخند. لیلا لیلا آی فرشته مغرور. یه جا دختره دهنش یه جوری کش کرد، چشاش یه جوری گفت همونجا من دیگه نتونستم نگه دارم. یاد دوستان من چرا نخوندم بچی درگیر سوزش گلوم بودم. اون بازم دست ترس آره دیگه ما بدبخت بیا خود من که دیگه من دیده میشه یا نه. خیلی زیاد داریم میخندیم. حالا دویم دو شدیم. آره حتی نتیجه آخر مهم نیست چون وسط ویدیو داریم. آره دیگه بیا نکنم خودم دارم همین چون معیار میکنم. خودت داری واسه مرگ خودت پلن میچین. خب بچه ها الان اینجا میبینید رو کیبورد نریزه نه واسم هست. خب بریم بدیم بالا. بدیم سوزش گلوش خیلی بد. همین سس لامصب همه چی رو خراب کرده. برند سس هم اینه اسپانسر برنامه سس گلوریا گلوری. خب بریم بعدی. دوباره بریم 3 2 1. نه خدایی نخندید بچه‌ها. یک صدا خنده شد ولی الان حساب بچه ولی خدایی نخندید. الان بچه‌ها بعد ویدیو بخندید. نه بعد ویدیو بخندیم اشکال نداره. ولی خب وسط تو ویدیو یک جلسه خنده ولی ده دیدم دندونات دیده شد. بریم بعدی. بودو دیدی مامیتی. این هم مثل ویدیو دیگه بود. من نمیخوام بخندم. منم نمیخوام بخندم واقعا. این چی بود الان همه بوم بمب باد میبود اینقدر باد پسر واقعی بود، کیک بود، چی بود مصنوعی بود، از کجا اصلا نکنی بمب باد هم میبود اینقدر پرفشار نمید چی زد اصلا بمب اتم داشت. پودرهای بزنری خواستن اونقدر نریخ که آره بازپس بریم بعدی. بالله شهیدم محمد رسول الله. من فقط به بابا بزرگم نگاه دنیا دیگه کنن سر مال نسل الان بودم تو قرن مال 1900 خورده ای بود. بریم بعدی. من بیشتر دارم گرفت واسه بابا اما کنی بریم گیتار بیار برای سعی کن گریه نکنیم. خب بزنیم بزن. چی بود بقیه؟ چی بود؟
احساس کردم خنده نه الان ویدیو استوب شد. مثلا قرار بود خیلی هنری بشه. شانس آوردیم ما. این لیوانا نمیدونم جنسش چی باشه، آب جوش نمیتونه نگه داره. آره میشکنه. آره بستگی داره لیوان خیلی از همون سرد باشه یه دفعه داغ بریزیم. کلاس آموزش لیوان کلا تو سرکارخانه ما هر اطلاعاتی داریم میریزیم آشپزی و همه چی بود دیگه. بریم بعدی. ترانه‌ای که سالها دنبالش بودم با روح روانتون بازی می‌کنم. مثل اون دختره که میخونه شدی میکنه من تو تجربهشو داشتم نخواهیم. بریم بعدی. یه شوت استثنایی. خندی دیگه تمامه. نه دیگه آخه مگه ویدیو آخر نبود دیدی صدا اومد دیگه. صداش اومد خندی دیگه. نه دیگه نپاشیدم بیرون نپاشیدم مگه با آب تو دم اصلا خنده بود دیگه خودش. ویدیو آخرم بود بچه‌ها. نمیتونی بگیم که رفته بود تو ویدیو بعدی و بعدش خندی دیگه. دلیل نداری. بعد بخوری. صدا هم شد آخر. ما اولی رو طوفانی خندیدیم آخرش سرد شده. باید ناراحت نشده باشیم. نه دیگه نگاه شده تو خیلی زیاد نریخته. نه یه سقفم بود اینجا باید یه تانلتی میرسیم. نریخته بچه اول یه لحظه بالا جلو ترسید بده بالا برای بچه ها اینو میخواره شما همین یه لایک خوشگل به این ویدیو بکوبید ما انرژی بگیریم برای ویدیو بعدی. آره خب اینم از نمیشه شده. بریم میخوایم تو دهنم بگردم ببینیم چه اتفاق میفته. فی خندت میباز میپوشم نگو تو دهنش نداشت خندش گرفت. صبح خب ببینیم تو رود میسوزون اگه نگه داریم. ولی این تجربهش بیشتر بود. این بده این خیلی بده. اولش خیلی بدتره. اولیه خیلی بد نخوردم. الان بهتر شد برای تو به هر حال آخرش. خب نه آخه نگه داریم بده. الان کل زبون و گلوم و اینا همه داره میسوزه. بچه‌ها اینم از این. بچه‌ها مرسی از اینکه تماشا کردیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بچه‌ها حتما کانال من و کانال مسیح رو دنبال کنین. لینکش هم زیر ویدیو میذارم. چه کانال اینستاش چه کانال یوتیوبش رو دنبال کنین و دوستتون دارم خیلی زیاد. بچه‌ها مرسی دیگه از آخر 3-2 شد نتیجه. آره نتیجه 3-2 شد. به حال دیگه امیر صدام امیدوارم دفعه بعد بازم همینطور من همیشه برنده باشم. بازم قول من دیدی که دیگه به هر حال لذت برداشت. لایک هم که اصلا کارش که خیلی باعث روحیه دادن به یوتیوب. بچه‌ها ببینیم میتونین یه کار کنید. ببینیم میتونیم ویدیویی که 600 تا بازی تا همین حال حاضر ویدیوش بچه‌ها لینکش هم بالای صفحه میاد. هلو نیبر پارت چنده 4 بچه‌ها فکر کنم. به اون 601 تا همین رکورد اون رو بزنید. آره رکورد اون اگر بزنین ویدیو بعدی رو بمب و آتشین طوفانی تر. آره دیگه کولاک می‌کنیم میریم تو. امیدوارم بچه‌ها خوشتون اومده باشه. بچه‌ها اگه دوست داشتین بچه‌ها پارت بعدیش هم دارم حتما تو کامنت بگین دوستون دارم. خیلی زیاد فایده داد. پارت بعدی این بازی پارت بعدی این بازی پارت بعدی این ویدیوهای دیگر ویدیو بعدی سی یو